جوانی می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگه ای رسول خدا اجازه بدهید برای من که من زنا کنم. سبحان الله، جوان می آید از رسول خدا درخواست اجازه میکنه تا زنا کنه. صحابه با غیرت می آین، اون جوش صحابه و اون غیرت صحابه اونها را از جا می کند و میگن ای رسول خدا اجازه بدهید تا این که ما جواب این را با شمشیر بدهیم. رسول خدا میگن بنشینید ای اصحاب من جواب این جوان را میدهم. بیا ای جوان، بیا چی میگویی؟ بیا نزدیک من. رحمت للعالمین جوان را صدا میکنن. جوان میگه ای رسول خدا درخواست اجازه زنا کردم. رسول خدا با جوان میگن ای جوان آیا دوست داری با مادرت کسی زنا کنه؟ آیا دوست داری با خواهرت زنا کنه؟ آیا دوست داری باز یکی از اقوام و خویشاوندان تو کسی زنا کنه؟ جوان میگن نه یا رسول الله دوست ندارم. اینجا وقت این حرفها را میگوین رسول خدا دست خود را بر سینه جوان میگذارن، میگن خدایا این جوان را حفظ بکن. بعد از این الفاظ جوان میگه تا روزی که حیات داشتم ذره در قلب من خطور زنا پیدا نشد. سبحان الله. سروران عزیز و بزرگوار، امروز چی انسانهای پیدا میشن که چشم چرانی دنبال ناموس مسلمان، چشم چرانی دنبال زن مسلمان. آیا اونها خواهر ندارن؟ آیا اونها مادر ندارن؟ آیا اونها وجدان و غیرت در وجود اونها نیست؟ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. نزدیک نشوید به زنا که این کار زشت است و راه زنا خیلی راه بد است که الله سبحانه و تعالی اینها را بد فرمودن. صلوات ختم بفرماییم. وظیفه و مسئولیت ما در این شرایط کنونی، دوستان خدا چه کار میکنن؟ سبحان الله. یکی از مردان خدا، یکی از عرفا و بزرگان از راه تیر می شود. وقتی از راه تیر می شود می بیند که مرد از خدا بی خبر پیش روی زن را گرفته. ای زن 2 درهم دارم. وقتی این زن فریب درهم را می خورد و دنبال این مرد روان می شود، این عارف بزرگوار میگه من مطلع شدم و متوجه بودم که این زن فریب خورد، این زن به جرم بزرگ و عظیمی گرفتار شد. سبحان الله. از راه دیگر این عارف بزرگوار می آید پیش روی زن، استاده می شود فلانی من 4 درهم دارم اگر همراه من بیایی. این عارف بزرگوار وقت این حرف را میگید، زن دنبال اون 2 درهمی را رها میکند، دنبال این شیخ می آید. سبحان الله. وقتی می آید به خانه، در خانه جای نماز را می اندازد. این شیخ میگه من نماز دارم میخوانم، بعد از نماز باز همراه تو صحبت میکنم. شیخ به نماز میستد. این زنی که غرق در گناه و معصیت بود، این زنی که عاشق و شیفته درهما بوده، پشت سر شیخ منتظر اون عملی که خواسته شده بود منتظر هست. سبحان الله. شیخ به نماز می ایستد، دستان خود را بلند می کند. خدایا پروردگارا این بنده توست، خدایا این از راه تو غافل شده، این را هدایت کن. خدایا حالا این شیخ دعا می کنه در حق این زن. بعد از لحظاتی، بعد از ساعتها، زن تکان می دهد شیخ را که شب تمام شد، چرا به فکر اصلیت نمی آیی؟ شیخ میگه تنها نماندم، اگر تنها می بودم همراه تو اون فعلی که خواستم انجام می دادم. سبحان الله. اون زن میگه شیخ کسی نیست، میگه اون خدایی که علیم است، اون خدایی که خبیر است، اون خدایی که علیم به ذات صدور است ما را نظاره می کند.
اونهایی که جای پنهانی میروند زنا میکنن، اونهایی که در دشت و بیابان دور میروند، آیا نمیدانن خدا حاضر و ناظر هست؟ اینجا این زن تکان میخورد. سبحان الله. در این لحظه میگه شیخ آیا اگر من توبه کنم خدا توبه مرا میپذیرد؟ شیخ دعایش قبول شده. این آیه را برای زن میخواند: هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات. او خدایی که منتظر توبه بنده خود است، اون خدایی که سیئات را عفو می کند، اون خدایی که همه سیاهی ها را تبدیل به سفیدی می کند. سبحان الله. زن به سجده می افتد و شیخ میگه خدایا شکر که یکی هدایت شد. سبحان الله. چی بزرگوارانی بودن، چقدر احساس میکردن که بین جامعه گناه نشه، چقدر احساس میکردن که خواهر مسلمان به دوزخ نسوزه، چقدر احساس میکردن که امت محمد رسول الله پاک و با عزت و با عفت در بین جامعه در دین و دنیا بمانه. سروران عزیز و بزرگوار، بحث خیلی بحث طولانی است. زنا خیلی عمل زشت است. وقتی اگر ما نظر بیندازیم به تمام انبیای خدا، در بین انبیایی بودن که زنهای داشتن، زنانشان کافر بود، اما زن هیچ یک از انبیا زناکار نبود. یعنی در این آیه وقتی قرآن پاک میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، در این آیه بیان می شود زن حضرت نوح علیه السلام کافر بوده، زن حضرت لوط علیه السلام کافر بوده، اما در هیچ جا سراغ نداریم که زن یکی از انبیای خدا اون زانی بوده باشه و اون عمل زشت زنا را داشته باشه. سبحان الله. اما عده کورکورانه، عده بیعقلانه، عده که از خدا بیخبرن، العیاذ بالله، بر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما، برای مادر من و شما، اونهایی که خود را مسلمان هم میدانن اما عایشه صدیقه را عایشه زانیه میدانن، عایشه صدیقه را بی عفت نعوذ بالله میخوانن. از فوق آسمان ها چندین آیه برای عفت و پاکدامنی عایشه صدیقه نازل می شود. سروران عزیز و بزرگوار، مسئله زنا و عمل زنا خیلی عمل زشت و عمل ناروا، عمل است که هم در دنیا انسان را خار می کند و هم در آخرت انسان را به عذابهای گوناگونی دوچار می کند. وقت ما تمام شد، فقط حدیثی که تلاوت شده آن حدیث را مختصرا ترجمه می کنم و صحبت را خاتمه می دهیم. رسول معظم اسلام فرمودن یا معشر الناس، ای گروه مردمان، ای انسان ها، اتقوا الزنا، پرهیز کنید از عمل زنا، از این عمل زشت، از این عمل که خدا و پیامبر اون را محکوم کرده، از اون اجتناب کنید. بخاطر چی؟ فإن فیه 6 خصال، در این 6 خصلت هست در عمل زنا، 6 خصلت بد به دنبال داره عمل زنا. فإن فیه 6 خصال 3 فی الدنیا و 3 فی الآخره، از این خصلت های بد 3 در دنیا دامنگیر انسان زناکار می شود و 3 در آخرت. آنها چیست؟ 3 فی الدنیا و 3 فی الآخره. اما التي فی الدنیا، اون 3 خصلت بدی که دامنگیر انسان زناکار در دنیا می شود چیست؟ فیذهب البهاء، رعب و وحشت را از قلبش بیرون می شود، حسن و نیکویی از وجودش می رود، رحم و شفقت و در بین جامعه بی عزت و بی عفت و در بین جامعه تبدیل به یک انسان خار و ذلیل می گردد.
یکی در دنیا. دومش در دنیا چیست؟ و یورث الفقر، انسان زناکار فقیر می شود، انسان زناکار در دنیا بدبخت و شقی می شود. سوم و ینقص العمر، او انسان زناکار در دنیا عمرش کم می شود. حالا اگر شاید عمر زیاد هم داشته باشه سلب برکت می شود، برکت از عمر این انسان می رود. سبحان الله، وقتی در دنیا عزت نداشت، در دنیا فقیر بود، در دنیا عمر بی برکت داشته باشه چقدر عذابهای سختیه. و اونهایی که در آخرت دامنگیرش می شود. سبحان الله. و اما التي فی الاخره، او عذابهایی که در آخرت هست. اول فسخط الله، انسان زانی وقتی از قبر برانگیخته می شود قهر و غضب خدا بر بالایش می باشد. سبحان الله. صحرای محشری که همه انسان ها وحشت دارن، صحرای محشری که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اون روزی که پدر از پیش فرزند فرار می کند، اون روزی که برادر از کنار برادر فرار می کند. سبحان الله، در آن روز قهر و غضب خدا بر انسان زناکار می باشد. فیسخط الله. دوم و سوء الحساب، از انسان زناکار خیلی به بدی حساب گرفته می شود به صحرای محشر. سبحان الله، چقدر سخته که اون جایی که ترازوی عدل، اون جایی که اون ترازو بید بلا کیف احکم الحاکمین است، در آنجا از انسان به بدی حساب گرفته بشود. و سوء الحساب، ادامه اش عذاب دیگر و عذاب النار، آتش جهنم، آتش سوزناک، آتشی که جلدها را به هم میریزد، آتشی که سبحان الله اگر اون آتش ذره به دنیا بیاید انسانها طاقت کرده نمیتوانند. سبحان الله، یک لحظه خوشی، یک لحظه استراحت بیهوده، یک لحظه به هوا و هوسی که خدا راضی نباشه، چی عذابهای در دنیا و چی عذابهای در آخرت پشت سر دارد. سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما باید متوجه باشیم این دنیا چند روز هست. شنیده باشید که میگن دنیا 4 روزه، اما باور کنید که دنیا 1 ساعته. اگر از انسان 70 سال پرسان بکنیم که 70 سال عمر کردی چقدر در دنیا، میگه شاید دیروز تولد شده باشم. نکنه که شیطان ما را فریب بده. باید من و شما متوجه باشیم انسانی که دنبال هوا و هوس میره او انسان سبحان الله بدبخت و شقی میشه. اما امروز جوانان عزیز و نوجوانان ما باید متوجه باشن امروز دروازه های فساد همه باز شده، امروز عوامل فساد آمده، امروز جوانان ما را به سوی فساد میکشانند. اما جوانی میخواهد، مردی میخواهد، اون خواهر با عزت و با عفتی میخواهد که خود را کنترل کند. او انسان موفقه که گناه برایش آماده بشه و گناه نکنه. سبحان الله، قرآن چی زیبا میفرماید و اما من خاف مقام ربه، کسی که از خدا ترسید، کسی که خدا را حاضر و ناظر دانست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، و نفس خود را از هوا و هوس، از خواهشات نفسانی باز داشت. میدانیم چی مژده‌ایه، چی بشارتیه. قرآن چی بشارتی میده برای انسانهایی که از خدا میترسن، برای اونهایی که خدا را حاضر و ناظر میدانن. فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اونهای، لقای پروردگار از آنهای. او لحظه ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره میشه،
از آن اونهای سروران عزیز و بزرگوار. هر کدام ما باید متوجه باشیم نسبت به این قضیه. پدران بیشتر احساس مسئولیت کنن. هر کدام ما باید خواهر و برادر را متوجه بسازیم که این عمل خیلی عمل زشت، عمل ناروایی که قرآن او را در کنار شرک و در کنار قتل و به مرحله سوم میگه ولا یزنون، زنا نکنید. میفرماید ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. الله تبارک و تعالی برای همه ما و شما، برای پیر و جوان، برای خواهر و برادر توفیق بده تا اینکه آنچه که خدا برای ما امر کرده انجام بدهیم و آنچه که نهی کرده خود را از او باز بداریم. صلوات ختم بفرماییم. مسئله که شاید بعضی جوانها بگویند ما ازدواج نکردیم، ما مسئله ازدواج برای ما مهیا نیست، ما چگونه خود را از این راه نجات بدهیم؟ رسول معظم اسلام میفرمایند آنهایی که توان ازدواج دارن باید ازدواج بکنن، آنهایی که توان ازدواج ندارن روزه بگیرن. آنهایی که روزه گرفتن، روزه سپر است در مقابل شهوات و اینها. پس جوانان ما خود را عادت بدهن به این که مطالعه کنن، به این که روزه بگیرن. آنهایی که تصمیم ازدواج یا شرایط ازدواج برای آنها آماده نیست، این را رسول معظم اسلام برای آنهایی که مجردن خواهر و برادر برای آنها این تاکیدات شده. جوانانی که مجردن خود را از فیلم های مبتذل و خود را از عکس های مبتذل و خود را از دیگر عوامل مبتذلی که اونها را شهوت اونها را تحریک میکنه خود را از اونها دور بدارن. سروران عزیز و بزرگوار، مسئله مجرد توضیح داده شد که اگر زنا کرد 100 تازیانه در حضور جمع باید بخورد و مسئله انسان متأهل او وقت گرفتار می شود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که باید رویش رجم بیاید تا اینکه او از این گناه پاک بشود، یعنی باید سنگسار بشود. سبحان الله، چقدر عذاب سخت و چقدر وعید آمده نسبت به این موضوع. پس سروران عزیز متوجه باشند به این مسائل که امروز جامعه ما خیلی به این سمت کشانده شده. عوامل فحشا بین جامعه گسترش پیدا میکنه، اما جوانی میخواهد که در این شرایط خود را کنترل بکنه و از خدا بترسه و جایگاه خود را بهشت و جنت الفردوس بگردانه. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را از خطرات شیطانی و از هوای نفسانی همه ما را حفظ بفرمایه. الهی پروردگارا به عزت و شرافت دوستانت، خدایا پروردگارا همه ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا دو دشمن بزرگ که نفس و شیطان در جان ماست، اما تو حافظ و نگهدار مانی، قدرت تو فوق همه قدرت هاست. خدایا ما را حفظ کن، خدایا پروردگار ما را حفظ کن، جوانان ما را حفظ کن، خواهر و برادر را حفظ کن. خدایا پروردگار نفس و شیطان را خدایا از وجود ما دور بدار. خدایا نفس ما اگر اماره شده، خدایا اگر اماره به سو شده، خدایا پروردگار از تو میخواهیم که این را مطمئنه بگردان. خدای نفسهای ما را مطمئنه بگردان. خدایا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا خواهران و مادران و همسران ما را خدایا با عزت و با عفت نگهدار و ایشان را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا و ایشان را در کنار عایشه صدیقه و فاطمه الزهرا و زینب ام کلثوم محشور بدار و همه ما را از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. خدایا اونهایی که درخواست دعا کردن مریضی دارن، مریضی اونها را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا مریضی دارن، مریضی اونها را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا مسافر دارن، مسافرشان را به خانه و کاشانهشان صحیح و سالم بر بگردان. پروردگارا اونهایی که بندی دارن، خدایا بندیشان شاید جرمی نداشته باشه و بندی شده، خدایا پروردگارا اون را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان بر بگردان. الهی پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا پروردگارا دروازه تو را در میزنیم یا الله. خدایا درگاه تو درگاه نومیدی نیست، نومید کس نرفته یا الله، ما هم نرویم. خدایا پروردگارا
اشک جوانان و پیران و خواهر و برادر را پیشت شفی می کنیم. خدایا ما در شرایط قرار گرفتیم که خیلی دشمن ها هجوم آوردن، تهاجم دشمن، فرهنگ های بیگانه. خدایا ما هیچ راهی نداریم جز راه تو. خدایا ما را از خود جدا نکنی، خدایا ما را به حال خود ما رها نکنی. خدایا پروردگارا عزت و سرفرازی و سربلندی را نصیب این جمع، نصیب خواهر و برادر، نصیب کل امت اسلام بگردان. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود و باشی به ما رستگار، نه آن کن که فردا در روز حشر تو ناخشنود باشی به ما شرمسار. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.